کنفرانس‌هایی که اونها بیشترینشون در مورد بیشترینشون ifade کننده فعالیت امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست سرور دولت پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان است. از جمله ما آگاه هستیم که دانشگاه مذکور یکی از اولین ها شده بعد پیام نوبتی سرور دولت یک کنفرانسی ولایتی کنفرانس علمی نظری روی کار آورد که اون کنفرانس توانست یک نتیجه خوب به بار آورد. ولی من اینجا میخواستم استاد از شما یک نکته پرسان شوم، چون در آغاز سال روان قانونی روی کار آمد، قانون جمهوری تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت. من میخواستم نقطه نظری شما رو همچون یک نفر مورخ در مورد همین قانون شنیده باشم و بینندگان عزیز ما هم در این مورد نقطه نظر شما رو دانستنی باشم. مرحبا. قبول شدن قانون مذکور، قانون جمهوری تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت تاجیکستان پیشوای ملت اصلا سبب‌های объективی تاریخی و سیاسی دارد. پیش از همه ما همه آگاه هستیم که امروز در جهان چگونه تحولات‌ها به عمل آمده است. یعنی هم تحولات‌های سیاسی، تحولات‌های سیاسی در عراق، در سوریه و دیگر دولت‌ها به اون آورده رساند که در نتیجه حتی موجودیت دولتداری این خلقیت‌ها زیر خطر موند. و بسیار حادثه‌های در حقیقت فاجعه انگیز، فاجعه بار که به دیگر تحولات از جمله به میگراسیی بی‌نظیر در تاریخ انسانیت آورده رساند. و برابری دیگر عامل‌هایی که مثلا به همین تحولات تاثیر عمیق رسانیده، از جمله فرض کردیم هم مبارزه دولت‌های ابرقدرت، هم البته بعضی شاید سبب‌های داخلی، مبارزه داخلی خودی مثلا چی همون دولت‌ها. یکی از سبب‌های اساسی به اندیشه من این محض سوس بودن اینستیتوت سیاسی جامعه و خصوصا لیدر سیاسی علمی مملکتان باشه. و بسیار پیشروی‌های این دولت‌هایی که در حقیقت زیر تهدید نابود شوی گذاشته شدند، نه تنها دولت بلکه خود ملت‌هایی که در آنجا زندگی میکنند، انا بسیار پیشروی آنها در خصوصا در سال‌های 70 80 90 بیشتر با فعالیت همون لیدرهای سیاسی دولت‌ها است. و وقتی که همین مسئله لیدر سیاسی آنها به میان آمد، وقتی که مسئله گوییم از بین رفتن هم دولت‌ها به میان آمد، ضربه اساسی با همین ابرو اعتبار و عموم موجودیت همین اینستیتوت سیاسی و خصوصا لیدرهای سیاسی روانه کرده شد. و من فکر میکنم که یکی از وظیفه‌های اساسی دولت‌های امروزه این محض مستحکم کردن اینستیتوت سیاسی و لیدر سیاسی میباشد. و متاسفانه در سال‌های 90 نیز در تاجیکستان نیز همین خطر وجود داشت. ولی به طفال نه تنها سبب‌های ابجکتیوی بلکه به طفال یکی از سبب‌های اساسی به طفال برای صحنه سیاسی آمدن لیدر در حقیقت با اعتماد سیاسی ما پیشوای ملت جناب عالی محترم امام رحمان تاجیکستان از ورطه گوییم نابود شوی، از ورطه گوییم از بین روی بازداشته شد و از نو تاجیکستان همچون دولت مستقل، همچون دولت با اعتماد در عرصه جهان ارضی وجود کرد. و فکر میکنم همین یکی از سبب‌های ابجکتیوی همین با وضع بین الخلقی همین جهانی بود که اینستیتوت سیاسی امروزه رو وادار کرد که به همین مسئله اعتبار جدی داده شود. دیگر خود روندهای سیاسی در گوییم دنیا امروز ثابت می‌سازد که مدل گوییم تیار و مدل ایدئالی مثلا جامعه امروز وجود ندارد. حتی همون مدل دموکراتی کلاسیکی که امروز میگوید متاسفانه بعضا به بحران دچار شده است. و امروز در حتی در دولت‌های اروپای غربی که اصلا همچون نمونه کلاسیکی دموکراتی معرفی میشود، امروز در این دولت‌ها نیز همین مدل‌ها با زیر شبهه گذاشته شده. و ما دیده ایستادیم، شاهد شده ایستادیم که امروز در این دولت‌ها نیز بعضی تحولات‌های داخلی سیاسی به عمل می‌آید که همین مدل رو زیر شبهه می‌مانند. و امروز هر یک
он давлати устувор мемонад ки агар моделҳои сиёсӣ ба талабот ба гӯем дархӯри талаботи дохилӣ ҳамон чӣ бошаду амният ва мавҷудияти худи миллат ва давлатро ҳимоя кунад. یعنی مدل‌های خاصی خودش داشته باشد در زمینه ارزش‌های ملی و ارزش‌های ملی خودش و در البته در برابر آن که همون ارزش‌هایی که مثلا ارزش‌های جهانی که سال‌های سال از تجربه گذشته است ارزش‌های بهتری نیست قبول کرده شود و تاجیکستان از جمله دولت‌ها میباشد که امروز در آمیزش همین دستاوردها در آمیزش همین عنعنه‌ها امروز در گویم مرحله تشکل و حتی انکشاف همین مدل خودی است و یکی از گویم اینستایی که در حقیقت امروز برای ما بسیار توأم است بسیار چی است موافق است این محض اینستوی پیشوای ملت است و همین اینستوی پیشوای ملت همچون گارانت همچون کفالتی هم امنیتی دولت هم امنیتی ملت و هم همکاری سودمند بین اینستوی سیاسی حاکمیت و هم گویم اینستوی جامعه شهروندی برآمد میکنه. پس به مورد دیگر محترم جمشید تبلویچ هر یک کشور همون ملت همیشگی موافق است که موافق خواهد بود که هم تدبیرش هم تقدیرش هم تاریخش خودش مقرر کنه یعنی اصول زندگیش به تاثیر خارج البته غیر از این غیر از اون عامل‌های ابجکتیوی خود قبول همین قانون این روند ابجکتیوی اعتراف خدمت‌های بی‌نظیر و برجسته سروری دولت جناب عالی امام الرحمن در جاده بنیاد و تحکیم استقلالیت تاجیکستان میباشد. این را تاریخ جهانی را اثبات میکند. برای چی؟ برای اون که برای هر یک دولت ملت ترقی یافته یک مرحله مهمی بوده است که انا در همان مرحله لیدر سیاسی همچون قوه اساسی سازنده و بنیادکار برآمد میکند هم در تاریخ امریکا هم در تاریخ اروپا هم در تاریخ دولت‌های آسیا. تشکر. خب من فکر میکنم که اون اندیشه جالبی که شما بیان کردید البته بینندگان